نیروهای تاجیکستان هرچه بیشتر به ماجرای جاسوسی بین چخ و روسیه کشیده می شود. روز 19 اپریل رسانه های چخیا نسخه شناسنامه های تاجیکی و مولدوانی دو جاسوس روسیه اناتولی چیپیگا و الکساندر میشکین را نشر کردند. از این اسناد چاپ شده برمی آید که شناسنامه تاجیکستان به نام رسلان تباروف افسر گریو چیپیگا استفاده برده است و شناسنامه مولدووا به نام نیکولا پوپارو همسنگر او میشکین. روز 19 اپریل بخش جهانی BBC خبر داد که این دو جاسوس روسیه برای پیدا کردن دسترسی به انبارهای اسلحه در شرق چخیا در سال 2014 یک نامه از نام گواردی ملی تاجیکستان را نیز استفاده بردند. در نامه به عنوان ایمکس گروپ، یک شرکت سلاحفروشی چخیا که انبارهای اسلحه در کنار شهر زلین را اجاره گرفته بود، از این شرکت خواسته می شد که به دو نماینده گواردی ملی تاجیکستان اجازت بدهند که از این انبارهای اسلحه این شرکت دیدن کنند. در مکتوب از نام گواردی ملی تاجیکستان ارسال شده نسخه شناسنامه ها به نام رسلان تباروف و نیکولا پوپا نیز ضمیمه شده این دو افسر گروه روسیه همچنین نمایندگان گواردی ملی تاجیکستان معرفی شده بودند، ولی فراداده آن نامه را فرستنده هایش از بین برده بودند و بنا به گزارش نشریه چخی ریسپکت، مقامات امنیتی چخ به این سبب از کجا ارسال شدن آن نامه را معین کردن نتوانستند. مقامات گواردی ملی تاجیکستان و دیگر مقامات رسمی دوشنبه این خبرها درباره استفاده شدن نام این نهاد حربی تاجیکستان از سوی کارمندان خدمات مخصوص روسیه در قلمرو یک کشور عضو ناتوی اتحاد اروپا هنوز شرح ندادند. ماجرای اساسی بین چخ و روسیه روز 17 اپریل زمانی سر زد که سروزیر چخ اندری بابیش و معاون اولش یان هامیچک با برگزاری یک نشست خبر اضطراری خبر دادند که چخیا 18 کارمند سفارت روسیه را که بنا به معلومات مقامات جمهوری چخ افسران خدمات ویژه روسیه اسوئر و گریو بودند اخراج میکند. به آنها برای ترک قلمرو این کشور عضو اتحاد اروپا 48 ساعت فرصت دادند. این اقدام در پی آشکار شدن جزئیات نو مربوط به ترکش‌های سال 2014 انبارهای اسلحه در کنار شهر زلین که دو کشته به جا گذاشت گرفته شده است. بابش و همیچه گفتند که در آن ترکش افسران گریو دست داشتند. روسیه روز 19 اپریل اعلام کرد که همچنین اقدام جوابی 20 کارمند سفارت چخ در مسکو را اخراج میکنند. در مسکو ادعای مقامات پراگ درباره کار دست خدمات مخصوص روسیه بودن ترکش انبارهای اسلحه چخ را ادعای بی اساس نامیده رد میکند. همزمان پلیس چخ روز 17 اپریل دو شهروند روسیه الکساندر پتروف و رسلان باشیروف را در رابطه با تفتیش جنایت‌های سنگین